السلام علیکم افسران و سربازان محترم. بار دیگر از نام قسم نظامی خودمان همه شما را به روز عید ارتش ملی جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک میکنم. زنده باد ارتش ملی جمهوری تاجیکستان. حالا اگر اهمیت داده باشین من برای بعضی خبرنگاران میرسونم که هر روز در همین روزنامه‌هاتون بیکار مانده صفحه پر شده درباره ارمی ارتش هرچی ننویسیدتون. یا بار اومدن زندگی کنیدتون. پیشتر یک وقت خوراک میخوردن، حاضر 5 وقت خوراک میخورن. پیشتر در حقیقت بود کدو خوری، شلغم خوری، حاضر این چیزا ما نمیخوریم. این فقط برای خوراکای زمستانه. حاضر فقط اوگرا، آش پلاو که آش پلو که به یک فکر زدگی، یک به یک آش. مرحمت بیایتون. انا اکنون باز بعضی گپ ها هست که گپ میزنن که ها انا این خیل بود و این خیل بود. نه برادر عزیز، من شخصا من خودم تا در صف ارتش آمدن 37 کیلو بودم. من حاضر 71 کیلو مدت 21 سال بعد نقص. پیشتر من با جوانو از ارتش میگریختم این طرف اون طرف. گفتم برادر با خود بیایتون دانسته باشد که قرض مادر وطن، خدمت مادر وطن برای هر یک جوان مرد تاجیکستان هم قرض است هم فرض است. ما یک عنعنه همین دوره شوروی آوردنی همین قسم حربی خودم اون من ارتش با دوره شوروی با اگر کسی که خدمت نمیکرد اگر خانه یگان دختردار اوساقالی میرفتن میگفتن که بلیت حربی دارد یا نه. اگر خدمت کرده باشه مرحمت دختر گیرد برد. اگر تیم دختر نتیک و سلامتیش بیزی انمی با ما گشتن در کار. لیکن اکنون امروز فکر کنیم با بعضی نوگانی ها شده است مردم آوازه و دروازه میگن خدمت کردگی می هر خدمت نباشه دختره نمیتین. بیچاره مردم مونده است در بین رو. اگر خودش رود خدمت کند خودش نگاد نی و این بلیت گاد نی. اگر خدمت نکند و این بلیت نگاد نی خودش گاد نی. نه حیران. لیکن به هر حال یک بار دیگر ما همین عنعنه جاری میکنیم. رتا نظام قلم زنان سرود خوانان به طرف من مرش. سبزک لبی جو یارکی نغزک لبی جو سبزک لبی جو یارکی نغزک لبی جو مرغابی شوم قوطه زنم جوی بجو مرغابی شوم قوطه زنم جوی بجو مرغابی بدم آب شیرین نخوردم مرغابی بدم آب شیرین نخوردم سرگشتم را با آبی تلخ آوردی سرگشتم را با آبی تلخ آوردی. هی با طرف دست راست گرد 3 قدم مرش. اینا همون نمونه های قسم حربی مهانده کنم. لیکن بعضا آفرین آفرین آفرین. رفیق کماندیر لبای بخشش لبای من باید اون طرف میستادم. هیچ گپ نیسته هیچ گپ نیسته. این خانی مادرت نیست. اگه جای خود اینجا ارمیه نظام اینجا فهمو. اینا بستن در کار. میبخشی رفیق مایور سراسی مجدم هم جهت اختراکی خشر رو دیدم. گوش کن. آفرین تو من تبریک میکنم. آخه من تعریف میکنم دائما. فهمیدی قندات از من نمونه عبرت. ببینید چه سر لباسی تازه وز بالا بنا ریشا گرفتگی تخم پوست کردگی برای سفید. آفرین تو با انا میخوام در کار برای همین یاد گرفتن در کار. رفیق کماندیر لبای با کس عموما ریش نمیگیرن. چه نمیگیرد؟ ریش نداره. البته سرگیری با چی ریش با پگری گیرد. نه ما همراه بچه ها ریشگیری میرم این کس نمیرن. عموما ریش نداره. نفهمیدم. تو ریش گرفتی سر؟ نه دی نگرفتی؟ نه یه گفتم که تو عموما ریش داری؟ تماما نمیگیرم. چی باخی؟ ریش نداری؟ نه یا توبه دکتر رفتی؟ دکتر در رفیق مایور مراجعت کردم. پیش دکتر رفتم گفت آنالیز دینکا سپردن در کار. آنالیز دینکا سپردم رفیق مایور 100% برآمد. بچه شد؟ بعد دکتر را پرسیدم که محترم دکتر برای چی ما ریش نمیبرم؟ گفت شما طرفی اوچتون رفتگین. تو چی گپ شد؟ دندان در کردی؟
دندان در کرد. زنبور گزید زنبور. زنبور که هم فرق میکنه ولی. میفهمم. تو همین زنبور نه میگم گفته بود که این برادر بابل زده کشت زنبوره. انا میخوام مثل اکا و کشتون. نمونتون که نه و این جنس به شما یک دیگری ضرر نرسوند. آفرین انا میخوام. و تو از من رخصتی گرفته خونه رفته بودی ها؟ هم خیلی خوش گفتی پسرچدار بشم زنم تولد بکنم کنی پمیدار می یا پیاز می نفهمیدم کماندیر. اکو ما با دختره پمیدار میگن پیاز پسر میگن ده برای هوا اکو پمیدار می یا پیاز می این خیلی باشد شکراب شد شکراب. آفرین. نام فامیلیت نام فامیلیت کریم فنور. کریم فنور. تو به خدمت اومدن چیکار میکردی؟ میخوندم. معلومات عالی داری؟ معلومات عالی. آفرین. کدام دانشگاه با؟ دانشگاه پتو. ببینید جوانو هستن که دست و پاچه دارن همه چی دارن و از خدمت سرکشی میکنن. جسارتت و رحمته یک دست کردی من با خدمت که این دست تو در خدمت باید دادی؟ نه چخیل نی هی در قشلاق شید. تو چخیل باید صفی ارتش با اومدی تو؟ همون سزان ابلا باید شید همی کار. چخیل شد؟ همون در دوره پخته چین دست نبودم که یک کمی وای داد شد که ابلا و آمد قپیدن همون کارمندای وایم کمد یا واقعاس کردم قشلاق جمع شید. این دست همی کارمندای وایم کمد قپیده این دستگر مردمی قشلاق این طرف یک نیم ساعت کشو کشید دست طرف وایم کمد آمده خدم همونجا مانده و دیگه مجبور شدیم که قفای دست بیاییم. حالا چند سال شده اینجا؟ یک نیم سال شدم خیلی خدمت دارم اکا. نه گفتن که تا خدمت بود نکنی دست تنه میتیم. دست کجا با؟ دست کجا با؟ دست همو یخدان همی جای خنک مرزیل کمی و این چاز دای گفتن بعد همی چی میدوزه میتیم گفت به تشویش که من راضی من خدمتم اکا. چخیل خیلی چی کم نیست ما خدمت نما خدمت در تیار اکا. تیار؟ آفرین به تو. لیکن من خواستم شما دعوت کنم و تبریک کنم. متاسفانه ناو یک شکایت شد. فهمیدتون؟ وای قسم حربی ما بین 5 تا دیها بکو. ناو واسخول قشلاق آمد بابای قاسم. اما بابای قاسمه که درم پشت قسم نظامی خدمت میکنه همون رفیق میار. بله 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 همون کس اومدن شکایت کردن. چی؟ که من 12 تا مرغ داشتم همیشه سربازای شما اومدن 12 مرغ منو برده کشته خوردین. ارتش گفتن. ما گویا؟ این چی گپ شده کنم؟ یا فکر میکنم که تو دزیدگی. کی؟ تو. نه رفیق میار ما ای کارا کدگی دستم رفیق میار. قسم خور. شیرینی های شفاعت بزنم رفیق میار. تو. نه رفیق کماندیر. قسم خور. من بابام گفتن که قسم نخور قسم خاصیت بیزب داره گفتن. من حیران کی میکنه دی کارو نباشد کی میکنه اصلا هیچ اکا که من با یک دست شما میرم اکا با یک دست هیچ جا طرف من نگاه نکن کماندی. رفیق کماندیر. اکی یک دست خیلی اکی شما چی خیلی ما که ما باوری ما یک درجه خیلی میکنیم با یک دست نی کار نمیکنم. نه بخشش نه او بالا طرف می خیلی نگاه نکن. او بالا بخشش رفیق کماندیر. چی بود؟ نام چی بود؟ کریم فنور. انور جان بخشش 1000 رو بخشش. نه تو نه همین چی بلای داری تو؟ همین میگم روباه بردگی. ممکن. منم گفتم بابای قاسم که تو احمد نکنه سربازای من روباه بردگی اینجا محله آخی پوری روباه. بابا بیچاره زیر لباش یک غرغر کرد گفت. میدونی چی گفت؟ نه. گفت بر پدری 75 تا درآمدم ناو دیدم روباه که در سرش کلاه حربی و در پوچش موزه رزمی 43 باشد. من حیران اینش مایلش همین واقع با 3 ماه پیش دیگه شدگی بود اخی. همین واقع 3 ماه پیش دیگه شدگی بود. باور میکنی شدگی بود 5 تا مرغ ایندو که همین مسافت کدوم میدوزیده بردگی. من آمد با من قطعش جنجال کردم رفتم دیدم حقیقتا با پری مرغ مرجان همون ایندو از خونش تا در قسم نظامی اومدگی. اینش کی میکرده باشه من حیران من نمیدونم اخی. این من نمیدونم دکن.
گوش کن تو یکم بالا نداری گفتم که اکا او بالا و دل من تو دور میرد کیم چه نکردم با گردن نمیگیرم که نکردم با قبجا 5 مرغ ایندو کم با جوم نخبیدم با خیلی بقبم 5 در آواز بیدن و نکردم تو وجدان داری به تو هیچ کی نمیگوی هیچ کی نمیگوی اکا بلا زد نه هیچ کی با نمیگویم همین مجبور کردن که همین کار اکا وای دو تو یک کتاب رکورد گینیس ما در آوردن در کار هیچ خیلی تو یک دست داری یک تا مرغ برداشتی کلی واقعا نقل کنی چی گپ شد همون رفتم همون چه مرغ همون با قاسم هم یک ایندو که با دستم خبیده بود 5 تاش همین 600 تن و چست ها آوردم اکا یعنی که تو کردی بلا زنت نه که حاضر که وقت جای گپ نیستای فهمیدی حاضر مهمونا میبیان من با شما تر کنم من جنگ و جنجال بعد از وای میشد فهمو گوش کن تو سوال فقط تو با همه برآمدی که از نظر دو دشمن برآمد چیکار میکنی هر دو دشمن رو میپرونم автомат بخاطر آفرین این دفعه برآمدی که 10 تا دشمن 1 تا تانک 10 دشمن автомат خدی میپرونم 10 تانک 1 تانک 10 تا تانک میدونم خدمت خدی تانک میکفولم اکا این دفعه با تو برآمدی یه وای برآمی نه بیا با برآمدی کی یا آوردنش بگه که بیا همه بیا چند تا باشه بیار شکم میکفولم این دفعه با برآمدی 10 تا تانک 1000 تا دشمن چیکار میکنی 10 تا تانک 1000 تا دشمن بله قدم ها رو کلون با سویش میمونم البته با سوی دشمنی منفور نه با سوی وطن اوی برادر در خفا مادر وطن گفته ای صورت که پسرم من احتیاط میکند نگاه میکند مردک چی دمی ارمیا تو خمایم یه آدمو چیکار میکنه اکا رام نظام با طرف دستی راست گرد خوجا بگو کی سرود خانان مرش خوجا بگو کی منم خوجا بگو کی منم